نگاه میکنی؟ هجری؟ این صدای مؤذن نیست؟ با فکرم اوست. با خدا که اوست. رفتیم بینیم. کاری کردت روبین؟ این مگر با تو مزباد؟ ما باز تو رو مردک فکر میکردیم. جنگاور؟ دامادم؟ هجری؟ مرا گوش کن جنگاور. چی میگوی؟ از دوست داشته من دور میشوی. آن دختر عروسی من است. دیگر تو رو در نزدیو نبینم وگرنه احوال تو بد میشود. اینم خیلی هجری گپ زن. ای این مؤذن دیوانه تیار شده است کو نمیفهمم. با خودش باوری دارد از برای خدا. جنگاور پسرم با تو دروغ میگوید. با صنم نامزد نیستند. او را زن پسرم زن. ساساتا نگو چمن. چرا او را زند؟ هجری پسرم کنی تو با خونت برو. از او شتا کردنت لازم نیست. پروا نکنید پدر جان. حاضر جزای جنگاور را داده زود میویم. شما چای دم کنید چای نوشی میویم. گوش کن جنگاور. آخران بار میگویم دیگر تو را در اینجا نبینم. از دوست داشتم دور میشوی وگرنه تو را بسیار سخت میزنم. تو رو دوست نمیدارم. دیگر دوست داشته تو نیستم. جانی شیرین اینقدر جنگ مکن. از برای جنگاور شده دلتنگ مکن. من حاضر او را لط و کوب کرده دوباره دلی تو را به دست میارم. جنگاور را لط و کوب میکرده است. ای جنگاور پسرم او چی ها میگوید؟ بزن او رو زن. حرکت شوکت رو ببینی یا خدا تو. که شوکت؟ هیچ خیلی پری اومد. بچه ما هم در وقتش مشق کردگیم. زوری بدیه که گفتم که غیر اعضای بدنم در کجای میفوره زدن بگی. فهمیدی؟ جنگاور هجری رو نزن التماس. تنها رو کمی بترسون و خلاص. دخترم تو چرا کردور میشوی؟ بگذار کمینی خوب زن تو رو. جنگاور زن پسرم زن او رو. جنگاور ایست هجری رو نزن. سختی بد زدم که شوکت. یه بچه استا بزن نوفون در کرد. همون دیگر نمیزنم. از این پس با عقل شو جنگاور. با تو چی گفتم جنگاور؟ از اینجا دور میشوی دیگر تو رو در نزد دوست داشتم نبینم. فهمیدی؟ کنی اینجا بیا. باورم نمیوید. هجری جنگاور زاده ایستاد است مگر؟ نه جانم این غیر امکان است. چه مؤذن جنگاور رو میزده است. هیچ این خیل شده نمیتواند. عجایب. هجری باز بزن جنگاور رو. بزن باز هم بزن. چقدر ما رو دوست داشتنت رو نشان بده. پروا نکن جانی شیرین. اینش برای تو. آدمی پس. طاقت کن پسرم. حاضر میایم. هجری تو برادری همه که اومدن یه مشتی دیگه در اون بزن. فهمیدی؟ مایلش تمام که شوکت. کمی اومدن برای که من دولین پس شد. نه حالا نه اومدن. همه که اومدن قرصق من با قفو در طیف حکم یه تا بزن. تمام. انا این خیلی استو. نه در این طرف نزن که دندونم پلمبه دوره نشکنه. ای طرف نه. تمام. استاکا. رنگ کینو هندی بزن به شکل نرسه. ای بچه هجری سخت دیستای. از دوست داشتم دور میشوی. چند بار با تو گویم. هجری شوکت شو رو از روسی زده ایستاد است. او آدمی پس. ناباکن. آدمی پس. حیوان. آدم نیستی تو. هجری ای بچه استا بزن ما شوکت مخینک کشیمه. خوب است که شوکت. در گردم زدی ای. آمدم دامادم. اکه شوکت. نمورا که شوکت. تو کی رو میزنی ها؟ کی رو؟ دامادی من.
ای دامادم خیز تو رو سخت زد پسرم ای خیز ای پسرم بیا دامادم بیا ای جانی من ای دامادم تو حیوانی سختی بزدی. ای دیده ایستاده قادر چخل دامادم اون رو زد است وحشی. حلالت باد هجری. رحمت پدرجان تشکر. یعنی در تو قوای ایمان اونقدر بسیار بود است که جنگاور و میزدهی حلالت باد پسرم. آیده چه؟ ای قادر نمیشنوی مگر دامادم اون رو زد است دامادم اون رو. به خدا زنک جان باز نرنج جنگاور چی خیلی شده کرد یا خدایا. اکنون این خیل شد قادر. بله همهش در نزد چشمانم شد آخر. جنگاور رو زدی هجری. از این پس مرا تو خودت نجات میدی؟ نه نمیشود نه. من تنها یک داماد دارم. مرا تنها داماد خودم نجات میدهد. او داماد جانم. دامادم خشت آمد بوسه کنم. شما نغزمی درست می؟ شوکت؟ جنگاور شوکت بود است؟ شوکتم ها همینش نمیرسید. جنگاور اکی شوکت بوده است. کنی بینم؟ ای اکی شوکت این کار به تو میزیبد. ای بستایب هر دوی شما کی؟ قادر گوش کن. هر دوی اینها یک جای شده فکر کردند که ما را فریب میدهند. استغفرالله در شب روشن تهمتت میکنن. این درست است هجری؟ نه مایده چم حاضر میفهمونم. چی رو میفهمونی؟ کنی نقل کن چی رو میفهمونی؟ کوکو خب کنین بینیم همه آدم چی میگفته باشه. تمام او هیری به خدا گپ ندارم. همه کسی خاموش باشه یا آدم میفهمونه. سیم آدم ما خودش میجای سمی. چرا مرا فریاد دارد آخر؟ یا خدای توبه. لبای شم بخیر به همه. اپای چمن جان بابای قادر شینیچه چخیل. این جنگاور شوکت بود است مگر چی شد باز من نفهمیدم موندم. باز جاروب بچه ها را بود دسترشون به جاروب نزن که بیعقل نشوند. نه اکی شوکت ایستو. با کجای زد همینجا؟ یعنی این طرفه بتخلی میخپم. ام خیلی سوخته کدیسته. یا خدای توبه. چی میخندی؟ همه خنداوره بیعقلی تو؟ نجای من میبودی که چمن ادو جارو بود میزد انا با میدم حالتا. مایلش اینو برای هجری دیلم سوخت با خدا. یعنی سنم نامزدی رو برهم داد. برادر چه خیلی آدمی خوب هستی. از دلسوزی بسیار مثل شم سوخته رفته استی. چه خیلی دلسوزی ایقه میخندی. چیکار کنم؟ خنداور است. خنداور میگوده؟ خنداور خودت یک افتی خونه که آینه به نگاه کن. افتی خونه که درگوه یک بار خطبه به مرا بخند. چی شد از به حال من؟ تو چیکار کردیسته؟ ای چی حاله؟ میگه که باید زینب را نجات میدادم رفته عالم را نجات دادم. این حالت را زینب دیده رشک برده است. زینب به این رشک برده باز زبید به زینب رشک برده است. رنگی کنوی اندیس که کدیسین که چی در داری تو؟ چی خیلی چی در دارم برادر. همش رو نقل کردم کو. مرا گوش کن.
تو هم زینب دوست میداری چی؟ بس کن. چرا دوست میداشتم؟ من تنها زهرایم را دوست میدارم. بیا سفسطه نگو که دوستش میداری ها؟ شوکت بس کن آخیر. در اصل تو گناهگار نیستی برادرم. دختر زیبا است آخیر. شوکت من زهرا را دوست میدارم، تو نمیفهمی. دختر چی خیل کرده باشد که موفق شده است؟ با چی موفق شده است؟ از قلب تو نام زهرا را تازه کرده به جایش نام خودش را نوشته است. نه چخیل نه چخیل نه. بدبخت که ادبی گاز زدم خیال تا که من ترا نفهمیده استم. زهرا میگی میری اوش گپ میپرتوی ها؟ چی میگویی شوکت بی عقل؟ چی میگویی؟ کشک برادر میگن دشمن شکروار میگه دوست تبروار. ها؟ دروغ گفتم؟ من دروغ گویم؟ دروغ است. در دل من غیر از زهرا دیگر برای کسی جای نیست. این را فراموش نکن. ابراهیم شاه خیر برای چی نمیکوی زهرا را؟ میدونی که زنده چی من نمیکوی؟ چی خیل جستجو نمیکنم؟ مگر به خاطر زهرا من با این لباس داملاگی صبح و شام نمیگردم؟ خیر چی شد؟ این لباسو فایده کرد مگر؟ چی شد؟ یگان نتیجه داد؟ دختر رو پیدا کردی؟ پیدا کرده توانستی. این فکری کی بود آخر؟ فکری تو بود. به یادت بیارم. روسیا این لباسا را که بباری من که او لباسایی که امچی دزدیم که او با برکه بود همه را میپوشیدی. زهرا خودش میافتد. شوکت زهرا مرا چخل میابد. چهرم عوض شده است. او حتی نمیدوند که من زنده ام. آخر من هم همین را گفته ایستادم ابله. او چخل تو رو میافته است. تو باید او را یابی. تو چخل کلاس هستی؟ کلاسی که من میشناختم رفته اون دختر را میافت. شوکت برای زهرا را یافتن اول باید دختر نقابدار را یابم، چون که زهرا دختر نقابدار است. برادرم این خیل باشد رفته دختر نقابدار را یاب. شوکت مثل بی عقل ها گپ نزن. پس از مردن اژدها دختر نقابدار ناپدید شد. شاید که به خارجه رفته است. شاید نرفته است. در همین جا باشد. تو از کجا میدانی؟ برای آنه که دختر نقابدار را پیدا نمایم باید کاری کنم. ولی چی؟ زینب بدوز برادر. زینب اگر دختر نقابدار باشه زهرا دختر امکشه که البته برای نجات دادنش میآید. شوکت سفسطه نگو. آن ابله ها زینب را دزدیدند. دختر نقابدار آمده زینب را نجات نداد کو؟ راست میگویی. یعنی که زهرا زینب را دوست نمیدارد. یک ثانیه وقتی که کمال سیاه ملیس را دزدیده بود ملیس را دختر نقابدار نجات داد. درست میگویی برادرم، لیکن زهرایی که من میشناختم کو ملیس گنده شو میدید. از این معلوم شد که او برایش عزیز است. بخدا نمیدونم. خیر که چیکار میکنی برادر عزیز؟ دختر نقابدار یعنی برای زهرایم را پیدا کردن ملیس را میدزدیم برادر. ابو بله. ملیس رو؟ بله. ملیس اکنون با مشتی راست مرا بزن. زینب ملیس نگوی که کمال سیاه شنود میفهمد که ملیس هستم. آخر حافظه او در جایش نیست کو؟ راست آخر. دستم. ای خوب هستی جناب؟ آخر زینب دستم رو شکستی. ای نوز نکن ملیس آخر. کنی بگیر نوبتی تو است. تو برای اول بسیار خوب تیزیات گرفتی. البته زیبایم. ما چی هنرهایی داریم اگر دانی؟ یا ملیس کنی بیایی ادامه میدیم. زینب این جنگ رو با من خوب بیاموز که کمال سیاه رو به زمین یکسان کنم. آخر او مرا به یاد نمی آرد. این یک سو ایستد و من با او محقول نیستم. یک فکر کن با او محقول نیستم. برای همین او رو باید بسیار سخت بزنم. تمام این خیل باشد بسیار سخت مشق میکنیم. بله یک لحظه تلفنم زنگ میزند. یک دقیقه جانم. لابال. الو شام بخیر میلیس. شام بخیر کمیسر مراد. بخیر است. چیزی شده است؟ بس صدایت چی شده است میلیس؟ شام بخیر کمیسر مراد. چیزی شده است؟ نه چیزی مهمی نیست. من به تو در مسئله دختر نقابدار زنگ زدم. دختر نقابدار؟ بله وقتی کمال سیاه تو را دزدیده بود دختر نقابدار نجات داد کو؟ بله. وای گفتم که پرسم
به نزدیکی دختر نقابدار را ندیده بودی؟ نه او را ندیدم. فهمو. خب مایلش ملیس جان، تو رو ناراحت کردم، میبخشی. شام بخیر. شام بخیر. یا خدایا، کمیسر مراد چرا از من دختری نقابدار را پرسید؟ کمیسری بیشرم، او هم از پسی من است. حاضر کمیسر رو به خود عاشق کردنم خطرناک است، ولی آن عالمی شیطانچه رو از بری او دور کردنم از همه مهمتر است. خیر، چیز شود، بیا مشکمان رو ادامه میدیم. کنی؟ ها، کنی به شکم بزن؟ شتا، حاضر میزنم. شیمم دارید آخیر. چی؟ کنی ایست بینم؟ آخیر زینب نخند، سوزن و رشته بیار. این حالو هم خانیده ایستاده استای. یا خدایا توبه. از ملیس پرسیدم هیچ چیز را نمیداند. اکو چیکار میکنیم برادر؟ چیکار میکنیم؟ پگاه اولین کاری که میکنیم ملیس رو میدزدیم. برادر من یک سوالی بسیار مهم دارم. ما ملیس رو در وقتی عدنان جسور بودنش میدزدیم یا در وقتی ملیس بودنش؟ شوکت چی فرق دارد آخر؟ هر دوش یک آدم. تو هم آدم عجیب هستی. یا خدایا توبه. آه زهرا، وقتی که ملیس را میدزدم تو هم پیدا شو. حالم را بین. برای مرا شناختنت با لباسی دامولاگی سیر و گشت دارم. قربانت شوم. آشکار کن خودت را آخر. چقدر کی گپ زدی سای؟ توبه استغفر الله. چکره امروز روز شادی امانه نامزدی اینجوری برهم خورد. بسیار شاد هستیم. هیچ کس نشنویده نماند. نامزدی میمون سنم و هجری برهم خورد است. هجری ایمانه چرا نامزدی هجری و سنم برون شده باشد؟ از پشت جنگاور ویران شده بوده است. جنگاور؟ آه جنگاور، آه جنگاور، آه تو چه خیل آدم هستی ها؟ مگر مرد بین دو دوست داشته میدر آید؟ تو نامرد هستی مگر به هجری بسیار عیب شده. بیچاره این بچه بسیار غمگین شده است. بله اکا، بله. جنگاور، تو یک به دست من افتی بابت میکنم. رفیقان، هر مشتی که به هجری زدن گویا به ما زدن. بله. کنی رفته اونجا سور را بیارید. شد دامل مراد. کمیسر مراد، کمیسرم بفرمایید کجا؟ امر کنید کمیسرم. در اینجا یک سوال جوره. کمال سیاه در اینجا نباشه با قپا. سوال خوب. بچه ها چرا شما از کمال سیاه میترسید؟ تنها ملیس را دزدیده به اینجا میارید. باید دختر نقابدار رو یابم. کنی روید. رفتیم سمی. من اینجا باشم نترس. شوکت، ما چرا ملیس رو میدوزدیم؟ کاری چی اوکا؟ هر جا ببینی پچقتن نخلان؟ فهمو؟ با پیش. چی نگاه میکنی ها؟ باستگی شتا نکنم. گم شو. نرموده چه؟ باز این ابله مرا نرموده میگوید. کنیست؟ شما کی هستید؟ چرا پیشی رو هم رو گرفتید؟ این پر بزرگی کردسته.
ببین اکا چی میگوید. بیا بیا اینجا بیا. بیا نگوید. ایستا کدام ایستا شریف نگو رسید. اینجا بیایید جزایتون رو میدهم. ایسته. ناعهده براها یگان کار از دستتان نمیآید. یک ملیس را دزدیده نتوانسته داخل. کمیسرم بخشش همین سر در ختنه توی مسلم کمتر پر خورده برایم دویده نتوانسته. کمیسرم این دفعه نقبیدیم، دفعه دیگه میقپیمش. و چیه قزیقی؟ سمی بیا برایم بقپیمش که نسلنش پری. او را دستگیر کرده میاریم. روید تیز گم شوید. یک بار دیگر رو برایم جزایشان را میدهم. کانیستا. السلام علیکم مکار، شما نغزمه؟ باز شما هستید؟ باز ما. این دفعه کمال سیاتم دیگه ترای دست خلاص کردن نمیتونه. من چرا از اینها میگریختم آخر؟ مشق هایی که از زینب آموخته بودم اینجا استفاده میبرم. خودتون خواستید آخر. لبت کو؟ آی کلین کمایا کتکلین اینجا نیفهم لطبسم در دروازتون آچا من رایی کنم خانتون. اگر تو من رزنی من خفه بله من شما مرا مسخره کرده ایستادید ها؟ چه؟ هوا یفتی او دار بینیم شکار را بینیم. چی شد برزگام ها؟ بازدوری میکنید ها؟ چی شده؟ کاش این حرکت رو نمیکردم. باز دارید. همش از پشت شما شد. افلاس ها. شما روزتون رو میبینید. کن یک بار دیگر رو برویم برایت. انا با شما. کنی خزید شوکت بخیز در جایگاه خودمون بخوابیم. خزید از جایتان. بسم الله کنی آی سرامی. از این حال مردنتان بهتر است. نخواد ملیس شما را زند. به خدا همینجا همه ما را میزنه. خیلی اشتباه بودیش که پشت ما مساج نکرده بود. نه این خیلی نمیشود. یکان چیزی دیگر باید فکر کنم. دیدی ما باز شطه خوردیم. بگیریم. تشکری زیاد. فاتیه گشت. بگی یگان تای دیگر بگی خواهران بگی. تشکر. روز بخیر. میلش نظمون بناشا. گیرد بگی بخور. بسیار بامزه. مادر اکم برای نامزدیش بر هم خود است چقدر زیغ شده است. میدونی خودت تو چه خیلی خوشحال میشوی. همش میگذره دخترم. تو چه خیلی دانشگاه میخونی؟ فقط گپای سبسته میگوی کو؟ نکری خیل؟ مرحمت بگیرین. فاتیه ما برهم خورد. مرحمت. تشکری زیاد. آشه چوا. سنم ممکن است گپ زنیم؟ سنم لطفاً آخر جانم. سنم لطفاً یک روی اطرامون گپ زنیم. این مسئله ها رو میتوانیم با صحبت حل کنیم. آخر اکنون دیگر هیچ چیزی نمانده است که با تو صحبت کنیم میجری؟ چه خیلی نمانده است. نمانده است آخر. چی یعنی همه چیز تمام شد مگر؟ بله تمام شد. دیگر نامزد نیستیم ما.
چه خیلی تمام شده است دختر. تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشود. فهمیدی؟ هجری؟ فهمیدی گفتم. تمام هجری شد. آرام شو. بگی دست آرام نمیشوم. هجری توی خیلی نبودی؟ تو ما رو همیشه دستگیری میکردی؟ دستگیری کردم چی شد؟ تو ما رو همیشه دستگیری میکردی. دستگیری کردم با بالای سرم برآمدی. هجری؟ چی؟ هجری تو آدم آرام و با عقل بودی کو؟ آخر چی شد با تو؟ طاقتم را طاق کردید. خودت از یک طرف، مادرت از دیگر طرف، پدرت از دیگر طرف. برای پدرت آنقدر تخم بریانی با حسی پختم که وقتی میخورد همش خوب بود. حاضر باشه جنگ آور جنگ آور جنگ آور جنگ آور جنگ آور. دامادم. تمام هجری تمام. تو آرام شو. چلیکتا درست کن. هجری چرا داد میزنی آخر؟ دست درست کن. تمام درست میکنم. انا با اینش درست کردم. سلام دستتو نلرزان بیزار کردی. راستیست تو. یه انگوشتری نه چلیکت نبروری فهمیدی؟ عصبی هم نکن. دیوانه هم نکن. حیران میشوم. بگاه آمده تو رو با خوری میبرم. رو فهمیدی؟ لباس های ساز پوشیگری خیلی بوسپوچیت را نبینم. یا خدایا یا رسول الله. چه خیلی نامزد نیستیم سنم. مگر از پشتی همان کار نامزدی بر هم میخورد. کنی یک روی نکن دستت رو دراز کن آشتی کنیم. زورا نکن هجری. این انگشتری رو با انگشتم نمیاندازم. اما چه خیل اما؟ چه خیل؟ من با تو چند بار گفتم که من رو جنگاور نه تو باید نجادی. ولی تو چی کار کردی؟ مرگوش کردی؟ نکردی. از جنگاور دلگیر شدم منی. جنگاور. سلام دوستان عزیز. با دقت همه شما میرسانیم که من بعد از یوتیوب کانال سابینا اچ دی شما می توانید فیلم قبل را به طور اصلی که قسمهایش عبارت از 2 ساعت می باشد به زبان تاجیکی ببینید. از قسم 1 تا قسم 84 که پایان فیلم است در یک هفته 3 قسم تماشا کنید. ناگفته نماند که من بعد فیلم یار فراری از سبب کم بودن مشتریانش پخش کردن نمی شود و فیلم 100 برگ سیاه از سبب نبودن ترجمه فیلم با زبان تاجیکی از قسم 42 می گذرد به قسم 90 و همین طور ادامه می دهیم. ما همه روز از 2 فیلم 1 قسم پخش می نماییم. روز شنبه هدایت و ویترینی، یک شنبه مریم و درد عشق، دوشنبه شاهزاده شبها و 100 برگ سیاه، سه شنبه همراز عشق و قول، چهارشنبه اسرار ازل و عشق و نفرت. در روزهای باقی مانده ما می توانیم فیلم های فرمایشی که از جانب شما درخواست کرده شده از بینندگان عزیز پخش نماییم. تماشابینان محترم، ما کوشش میکنیم که بهر شما فیلم های جذاب و نوارهای جالب را پیشنهاد کنیم و شما باشد به شبکه ما آبونه شدن و دستگیری کردن را فراموش نکنید. جنگاور. سنمم، زیبوچه‌ام، مایدچه‌ام. کنی دستت رو دراز کن. دراز نمیکنم. دراز کن مایدچه‌ام. اوف، نگفتم که آخر. ایگم شب. چی گپ است؟ ناز و نوز را ببین. از سیرمی دیو نگذروندی. چی؟ تو با من چی گفتی؟ چی گفتم؟ تو با من گفتی که از سایرمی دیوانه دیده دیوانه تر هستی؟ همین خیل گفتم. نه نگفتم. سنم کجا رو نگاه داری؟ سنم شوخی کردن میخواهی؟ شوخی میکنی همین خیل نه؟ فقط به سرم نزن که درد میکند. سنم کنی اینجا بیا. تو چه خیلی جوان مرد هستی مرا با جنگاور میدهی؟ سنم درد میکند. اینجا بیا. سنم التماس.
در کجای نباشم از پیشمان جاروب میبراید. استاد یاردم کن التماس. هجری با اینجا بیا. هجری در کجا هستی؟ با اون طرف رفت. هجری وای رو ببینه گویا دشمنش رو سر دارد. هجری اینجا بیا گفتم. ای استاد اگر دانی با سرم چی بلاهایی ناومد. میدونم هجری میدونم. نامزدیتان برهم خورد. بسیار زیق شدم. استاد دختر نامزدی رو برهم دیت جایز باشد. هجری این را سوال کرده ایستاده حاضر؟ نه جوابش رو میدونم لیکن برای چی باز پرسیدم؟ البته که جایز نیست. یعنی همش از پشت جنگاور. از پشت جنگاور؟ برادر آخر جنگاور خودت هستی؟ راستی که پس خودم غضب دارم استاد. آه هجری تو خاندار شده نمیتوانی. من باشم زهرایم را نمیابم. چی میشود این احوال ما آخر؟ خوشبختی نصیبی ما نبود است آشنا. همه خیلی نه هجری؟ استاد یک سوال پرسم ممکن است؟ چی؟ استاد در مسجد سلفی کردن جایز باشد؟ چخیل؟ استاد صبح بعد از نماز بامداد جماعت همه جمع شده سلفی کردند. از آنجا باید اومد. هجری دوست داشته‌ات نامزدی را برهم داده است. تو حالا هم سوال میپرسی؟ جایز باشد استاد؟ معلوم که راهی خلاصی نیست. تو گفتی که امروز جماعت بعد از نماز سلفی گرفتند هجری؟ بله استاد. جماعت کاری بیاید جمع شود یک عکس خاطره بگیریم. هجری تو هم بیا. اکه جوهر چیکار میکنی؟ سلفی گرفته ایستاده بیا تو هم. هجری تو هم بیا گفتم زودتر. کاری همه نگاه کنید. یعنی ببینم. یعنی باز یک بار دیگر بگیریم. انا بسیار بهترین. میدانی چرا این عکس رو گرفتم؟ با برادران مومنی که با نماز بامداد نامدن میفرستم تا اینکه ببینند. فرستار تمام کن ببینن چقدر ثواب را از دست دادن. خب ببینم شد. خدا قبول کند. خیر خدا قبول. خدا قبول. گوش کن هجری. در این مسئله عالم‌های مشهور اسلام با هم اختلاف کردند. بعضیشان میگویند که در مسجد سلفی گرفتن جایز نیست چون که در دین ما باید عبادت مخفیانه کرده شود. افضلتر است که به اطراف نشان نداده انجام دهی. ولی بعضی از عالم‌ها گفتند که در مسجد سلفی گرفتن برای هوسمندگردانی مومن‌ها خوب است. شما چی میگید استاد؟ آخر هجری من باید زهرایم را یابم. باید او چون دختر نقابدار به میدان براید. استاد انشالله خدا شما رو به دوست داشته‌تان در کوتاه‌ترین مدت میرساند. آمین. خلاصه چی میشود؟ هجری خلاصه این که در مسجد سلفی گرفتن جایز نیست. جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. از همه‌مان هجری. کنی زهرا نقابت را کش. التماس پیدا شو قربان چشمانت شوم. صنما از پشت جنگاور شده نامزدی رو برهم دادی. استاد من به خانه صنم همچون جنگاور میروم. با آنها میگویم که دامادی آنها نمیشوم و جنگاور رو به دامادی قبول کنید میگویم. نقشه خوب هجری، نقشه خوب. از جارب ها احتیاط شو. وضعیت را با من هم خبر ده. فهمیدی؟ تمام استاد. جارب گرفتن خبر میدی هم. خبر ده میشکنی. میلش. خیر میلش بیرم. من هم رفته نقشه دزدیدن ملیس را از نو فکر کنم. طب عادی میگوید که حافظه او بر نمیگردد. انشاءالله طب الترناتیوی چاره ای را مییابد و نجات مییابیم. انشاءالله جناب اعظمی. ما
کمال بالا این او هست حافظه او گم شده است بفرمایید پسرا ناخلف پسرا یا خدایا انشالله حافظش برمیگردد التماس آخر خواهش میکنم جناب طبیب حافظه ای پسرم کمال را برگرداندن میتوانید؟ این خیل او را خانه‌دار کردن نمیتوانم در یگان جا هم کار کردن نمیتواند پدر وایما نکن وضعیتم اونقدر هم بد نیست خاموش است بی تربیه نمیبینی من با طبیب صحبت دارم جناب طبیب حافظه ای پسرم را برگرداندن نمیتوانید؟ شد اما شما پروا نکنید بسم الله الرحمن الرحیم یعنی وضعیت اینقدر غیر امکان است طبیب این خیل می شود مگر اما ما الترناتیوی تیپ را می سازیم آخر ندارد من حاضر یگان چیز دیگر آماده می کنم تمام من حاضر حافظه تو را خوب تازه می کنم بعد می بینی کارهایی که به دادرم کرده بودی بسیار سخت جزایش را می گیری مرحمت گیره دمک رحمتی کلان طبیب تشکری زیاد بیمارمون صبح نصف روزی بگاه در شکم سیر یک قاشق میخورد تأثیرش را در حال خواهید دید در شکم سیر یک قاشق رحمت طبیب رفتیم به تربیه میرویم تشکر فهمیدم یک قاشق ана омадӣ ҷаноби домуло ҳозир туро ба худам ошиқ карда аз он олам гуфтани шайтонча халос мешавам зиндагиам рангоранг шавад мурод ҷон ту ба курсии хато нишастаӣ ман барои ту ин мизро омода кардам туро ба он ҷо даъват мекунам ҷонам марҳамат ҷонам биё лутфан майлаш агар хоҳӣ бароят ягон чизи дигар ҳам меорам ҷонам не лозим нест аммо ҳамаи ин ба чӣ хотир аст нафаҳмидам аммо мурод ҷон яъне ту дишаб барои ҳаёти маро наҷот додан кӯшиш карда будӣ ман барои ту як супона омода кардам зиёд аст магар ай чиркин шудааст тоза кунам хуб вале ман дишаб ҳаёти оламро наҷот додам ту маро ҷанг кардӣ зайнаб ай ин либоси домулогӣ чӣ қадар ба ту зебидааст мошаллоҳ чашм нарасад ба хайр аст амалиёт ҳоло ҳам давом дорад бале давом дорад хайр ҳеҷ гап нест ҷонам бигзор амалиёт идома ёбад чунки ту бо либоси домулогӣ ҳам бисёр зебо ҳастӣ гарчанде ту чизе ки мепӯшӣ мезебад чӣ шудааст ба ин духтар вай ташаккури зиёд миннатдорам
مراد جان، من برای تو بعد از صبحانه قهوه آماده میکنم. چه خیلی قهوه میخواهی؟ کم شکر یا شکرش میانه باشد؟ این دختر نهایت با جاذبه من طاقت نکرد. مرا گپ داده ایستاده است. وای کم شکر باشد جانم. شد جانم. با او نگاه کن. فکر کرده است که با او عاشق شدم. با تو چیکار میکنم کمیسر بیشرم؟ مقصدی من اون دختری شیطانچه رو باب کردن است. جناب مراد، لباس دومولوژی باز با شما زیبیده است کو؟ صبح بخیر. عملیات باز هم ادامه دارد؟ اگر نمی اومدی نمیشد ها؟ برای حیاتم رو نجات دادنتان برای شما هدیه گرفتم. هدیه گرفتید؟ بله. خانم عالم لازم نبود زحمت کشیدید. این بسیار تحفه زیبا است. زیبایی شما را نشان می‌دهد. تشکر زیاد. سلامت باشید. این ساعتی دستی است؟ 1 دقیقه است. منتظر شو. مراد جان، در اصل ساعتی دستی اینجاست. یعنی مراد جان، جانم، دیشب آخر حیاتی مرا نجات دادن خواستی کو؟ مراد جان؟ مراد جان، تو اون قطی رو 1 سو گذار جانم. 1 سو گذار. انا این رو بگیر. دخترها لازم نبود آخر. یا خدا. این رو بگیر مراد جان. نه جانم، این رو بگیر. این رو هم بگیر مراد جان. نه این رو بگیر. این رو هم بگیر. این رو نگیر. در اینجا چی گپ پایا؟ نه این رو بگیر. بگیر. اینها رو بگیر. ما هم میگیم چی به مرا توفه نمیتنه؟ اینش رو هم. چی به مرا یکم کس دوست نمیدارم. من توفه را دوست میدارم. من میسانم. اینها رو بگیر. من توفه را قبول کرده میتونم. اوه دلم میزنه. برای چی همین دختر رو فقط در توفه میتنه؟ چی میدونم همکار. یکی خودم را در بین قطی ها دیدم. هیچ چیز را نفهمیدم. گوش کن مراد، این جوابی سوالی من نبود. چرا آخر؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ چرا مراد؟ چرا؟ کو گپ بزن؟ برای چی دختر رو افتی خنه که ترا انتخاب میکنه ای مرانه ها؟ میدونی چرا؟ جاذبه نداری. دخترها مرا دیده طاقت نمیکنند همکار. یه برگوشه. عصبامو ویران کردی. خودت داملا میگیری و زینب ده نزدیک نشو برادر. فهمیدی مرا؟ من چیکار کنم؟ او از پسی من دور نمیشود. در عصبام نرس. مراد آینده در نگری شری زن کلونه. ای شاینه زنش میترسه. ای زینب دور باش. اگه بفورد که زن کلونه شه بخیبره عالم ببیره بگی. آخر نمیدونم. عجبا از بین هر دویشون یکی را انتخاب کنم چی؟ لعنتی. کو بگم تو چه خیلی دختر رو معقوله ها؟ با تو چی همکار؟ بچه جواب ترا چه خیلی دختر معقوله ها؟ توبه استغفر الله. گوش کن اولم ببین، من فهمیدم بین تو و مراد چی گپ است. بسیار خوب به هم میزیبید. خدا خوشبخت کند. ولی مراد را خوب بشناسم. او آدمگری نداره. گنده آدمی پسته. بیماری روحیه. فقط به یاردم تو احتیاج داره عالم. میدونی چی؟ مراد گنده به مهر محبت تو احتیاج داره. باید یاردمش بکنی. خوب لیکن نمیدونم با او چه خیلی یاری کنم. گوش کن عالم ببین، مراد عروسای زمانه بسیار خوشش میآید. میفورش. اینا با نزدیکی سلسله فیلم هدایت هم تمام میشه. یک سریال زوری دیگر را ترجمه کرده. نامی سریال نامان عروسی زمانویه. بعد خطرناک اما عروسی زمانوی کنی زوری بد میشه.
آخر شما دوستی نزدیکش هستید، میدونید با جناب مراد چه خیلی آرایش و نبودی لباس معقول است. گوش کن عالم ببین مراد، کرتای سرخ تاجیکی را بسیار دوست می‌دارم. ناخن دادن اگه ناخن پیشک باشه بسیار بسیار معقول شد. چپاتی‌های منظری پیش مسجد مهکلان بسیار دوست می‌دارم. فقط اگه چپاتی‌های منظر به پس دلش به دست میاری با مزن. بعد قشوت اوسما بکش. روتش شپکلیوفکا کن. مراد دخترای که روشون شپکلیوفکا دارن بسیار دوست می‌داره. موی سر جنگیله را دوست می‌داره. برای همین موی سر تا جنجک بکنه که مراد ببینه کوکی سرش بکنه. بعد مراد دخترکا یوبکا پوش بسیار می‌فوره. میدونی چی؟ اوقات دوست داشتنش قروتوی برکت باشه، با برکت باشه، گوشت داشته باشه، همین قدر چیز باشه دلی مرد نمیاد. کنی میبینیم چیکار میکنیم. جنابی سپای لبای تشکری زیاد. صد فویزه. شد خیر باز گپ میزنیم. شمسی بچه مجیده آدمی نمیشیدنیه، روزی دراز در موشین بزاره زنگ نمیزنه. اورامان همکار چی شد از با این دخترها؟ من نفهمیدم. نمیدونم، از این گپا خودت با خبرتری. بابایشان با همو میپرسی. یا خدایا توبه. نکی مراد سالد رنگی ساله منانه. پدر بیا باشی. دکتر عزیز خاموش باش. چی شد پدر؟ کمالا بلیسا بردن دکترها چی گفته؟ حالش جور میشه؟ دکتر دارو آماده کرد. از آن صبح و شام یک قاشق میخورده است. نازیه یک قاشق بیار دخترم. یک لحظه پدر جان آمدم. کنی خور. چی شد؟ همه چیز را با خاطر آوردی همین خیلی نپسرم؟ تو کی هستی امک؟ چکار میکنی تو ها؟ چی میگویی؟ من پدری تو هستم. پیشری ناخلف. راست بس رنگ نورمدی کجل رفتار نکن. تو خاموش باش بهتر بیا. خودت رو حرمت کن امک، مگر من پدرم را نمیشناسم؟ کمال به عقل چه خیلی گپ زده ای پدر تای. من تو رو چی خیلی که میشناسم؟ ای خب به عقل بد نشم، ما کد میشم دیوونه. تو کلتاکیلسی، کلتاکیلس هستی تو. کلتاکیلس؟ چه خیلی کلتاکیلس آخیر؟ نه آخیر حافظه این تماما گم شد. تو کلسی که پدرم را دیوانه کرده بودی همونی. آروم شوید بس. کمال برادر کمی آروم شو. آخیر نشناختی من دوستت عدنانی جسورم. مادر؟ نه. آها سر این تماما کار نمیکند کن. این دارو با او فایده نکرده است. سری او را باید فرمت کنیم، آخری خیلی نمیشود. پدر؟ آخر پدری تو من هستم بهتر بیا. همینی داخلم من هستم. پدر خودتو به دست بگیره نکت بیزار کردی قطعه حافظت. پدر دستت رو بوسه کنم؟ انا سر شیده کن. توبه است. بیادبی ده که کمال در جاد بشی. توبه کن. جسور؟ چرا با سرم بسکوارت کزدی؟ کمال من میلیس هستم، به یاد نآوردی؟ آخیر عدنان چی شد با تو؟ چرا با صدای زنونه گپ میزنی؟ حاضر حافظت برمیگرده. عدنان تو دیوانه شده ای؟ چرا بسکوارت که میزنی مرا؟ نه معلوم شد که حافظه او رو برگردانده نمیشود، ولی باز یگان چورای دیگر میجویم. باید رفته با آنها همچون جنگاور گویم که داماد شما شده نمیتوانم، وگرنه سنم رو نمیدهند. خدایا با من یاری بکن.
ай ҷанговар ай домодам ай ист ай биё домодам ҷонам домодам ай ҷонам ай туро ёд кардам як дақиқа ман аз куҷо медонам ки ту ҷанговари ҳақиқӣ ҳастӣ агар сохта бошӣ чӣ бояд инро санҷам ризвон кан инҷо биёед зудтар биёед ризвон ин одамро занед чаро истодаед занед ӯро истед чӣ кор мекунед инҷо барои бо шумо ҷангидан омадам ба худо ту ҷанговар ҳастӣ ай домодам ҷон писари ман домоди ман ай модарҷон бояд суҳбат кунем шуд писарам суҳбат мекунем вале гӯш кун ин хел мекунем биё ба хона равем модарҷонат ба ту чӯи талх дам мекунад биё писарам равем биё модарҷон заҳмат накашед не ҷонам чӣ хел заҳмат биё писарам биё домодам омадааст чой намекунам магар биё кани писарам чоятро нӯш охир хунук мешавад домодам чӣ хел нӯшад занакҷон намебини магар ниқоб дорад дуруст мегӯӣ чӣ хел одами боақл ҳастӣ ба худо домодам гири ниқобатро каш ҳеҷ кас нест мо худамон ҳастем ба ниқобат эҳтиёҷ нест кани писарам ниқобатро каш боз домодам мешавӣ рӯятро бинем ҳами хел не ниқобамро бароварда наметавонам барои чӣ писарам шартнома дорам шартнома дорӣ бале ҷаноб як вазифаи махфӣ дорам то муҳлати шартнома ба поён нарасад ниқобамро кашида наметавонам шуд ин хел бошад шуд мо ҳами хел қабул мекунем вале гӯш кун то рӯзи тӯй бояд ниқобатро кашӣ домоди ниқобдор мешавад магар ҳама ҳамсояҳо механданд хайр модоме ки домодам мешавӣ ба корҳои ман ёрӣ мекунӣ кам ҳамхеле корҳои ман гуфтед мехоҳам ки барои ман кор кунӣ ҳар диамон якҷоя бошем ҳеҷ кас муқобили мо истода наметавонад охир дилгир накун ходир домодамро охир ман чӣ гуфтам санакҷон истоло домодам гӯш кун чӣ мегӯям ба ту дар нақшаҳои худат ягон рӯзро барои тӯятон интихоб кардаи писарам бас аст охир модара як бор ақаллан аз ман пурсед ки бо ҷанговар хонадор шудан мехоҳӣ ин бор намепурсем духтарам ин хел бошад беҳуда домод нагӯед чунки ман бо ҷанговар хонадор намешавам духтарам ками хомӯш ист охир ҷонам домодам аҳамият надеҳ ӯ баъд аз он номзадӣ бо он муаззин ба худ наомада истодааст духтари бечораам маъзарат мехоҳам аз ӯ наранҷ ман ҳам барои дар ҳамин масъала гап задан омадам хонум чаман хонум чаман ба худо аз ту меранҷам охир модарҷон мегуфтӣ ку писарам гӯш кунед хонум чаман лабай писарам ман домоди шумо шуда наметавонам чаро охир чиҳо гуфта истодаи писарам гӯш кунед хонум ман байни ҳиҷрӣ ва санам намедароям ҳиҷрӣ санамро санам бошад ҳиҷриро дӯст медорад не ман дӯст намедорам дӯст медорӣ дӯст намедорам маҷбурам тамом гапро дароз намекунем беин ҳам ман туро дӯст намедорам ман ҳам барои ту намемурам қодир фишорам баланд шуда истодааст ором бош занакҷон
گوش کنید خانم چمان، از راستی ببخشید. چه خیلی که گفتم من داماد شما شدن نمیتوانم. من جنگاورم. دوستی نفرانی که مشکلی دارند و نفرانی که در خطر هستند. وقتی اویله‌دار شدن را حالا ندارم. معذرت میخواهم. ایست یک دقیقه ایست، نرو. دامادم به کجا میروی؟ باید روم خانم، بعضی کارها رو باید حل کنم. ایست نرو، التماس به خدا. همه این از پشت آن مؤذن شد میدانم. به تو اثبات میکنم که دختری من آن مؤذن رو نه، تو را بسیار دوست میدارد. مادر، من نه هجری رو دوست میدارم نه جنگاور رو. هجری رو دوست میدار، مرا دوست ندار. از تو میپرسم اگر؟ تو به او اهمیت نده دامادم. ما تو رو بسیار دوست میداریم. بخشش خانم، رفتنم لازم. ای دامادم، کاری کرده‌ات رو دیدی سنم؟ من چی کار کردم مادر؟ ای به خدا دامادم رفت. بچه رو از دست دادیم. قادر رفت. سنم جون، ای زودا بیار قادر. ای باور کن فشارم بلند شد. ای یا خدایا، این هم فایده نکرد. اینها از جنگاور دست نمیکشن هرگز. باید دل سنم رو به دست دارم. چی کار کنم نمیدونم. آخر من حافظه این رو چخیل برمیگردانم. کجا شد این عدنانی جسور آخر؟ ما رو منتظر کرد به خدا. یا خدایا، چرا این دختر اینقدر با من نگاه میکند؟ عجبا، کی باشد این دختر؟ یک لحظه. دختر اسکواروتکا بد است. از این دختر انیق باید دور بمانم. این خیل دختر زیبای خیمچمیان با این بچه حافظه‌اش را از دست داده است. چی کار میکند آخر؟ به این اجازت نمیدهم. میلیس به من ارزنده است، نه به این ابله. خانم میلیس، لایق شما را ندارد، ولی از تحت دل به من یک لبخند زنید من قبول میکنم. میبخشید. و شما کی هستید؟ من تکشی هستم. باری گذشته شناس شده بودیم. این اکای اون چشم تنگ است کو؟ این اینجا چیکار میکند؟ باز با این سرگردون میشوم. تشکری زیاد و قبول کرده نمیتوانم. بسیار نازک هستید. عقلم رو از سرم بردید. با این نگاه کنه. در نزدش دوست داشتهاش رو گپ داده ایستادند و او پروا ندارد. میبخشید خانم میلیس، شما با این ابله چیکار میکنید؟ من نفهمیدم. شما لایق بهترین ها هستید. جناب کمال، شنیدید دوست داشته شما رو از شرق دور خواستگار هست. چکل خوب. خدا مکمل تر گرداند انشاءالله. نه من دیگر طاقت نمی کنم. از راستی من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. آخر تو چه خیل مرد هستی؟ حافظت رفته از گفته اجازت میدهی که دوست داشته ات رو گپ دهند. ای خواهر، آخر من کجای تو رو دوست میدارم؟ ای برادر، تو این دختر رو گرفته به شرق دور ببر. ما رو از این شکنجه خلاص کن. با اسکواروتکا ما رو زده و چی حال آورده است؟ دختر اسکواروتکا بد است. چی گفتی تو؟ انا با تو دختر اسکواروتکا بد است. دستانتون درد رو نبیند خانم میلیس.
وقتی که بوسکاورودکا به سر او زدید اونقدر نازک و زیبا بود که تو هم خاموش شو. یه دختر مرا کو زدی؟ ولی از این آدم چی میخواهی؟ تو حالا هم گپ میزنی ها؟ تو را بگاه ساعت چند به خانه گسل کنم عزیزم؟ ساعت 5 جانم. الکس رفته ایستاده است با تاریکی ها. الکس نرو با کجا؟ کدام الکس ها؟ حالا وضع هوا باد و هوا را به شما میگویم. روزانه حرارت در شهر 12 درجه گرم، شبانه 4 درجه. تغییرات باد و هوا در طرف غربی کشور باعث باریدن باران زیاد گردید. بله تماشابینان عزیز، آخران سخنرانی که دونالد ترامپ کرد، دنیا باید با هم اتفاقی دوستی بسته همراه شوند. سلام استاد، من تاج‌الدین. سلام، من باشد استاد شراف‌الدین. ای مرا گران کردید. سایرام جان، حاضر وقتی اومد است که هجری قطعی مهربان باشی، مثل رفیقش رفتار کنی. زیقای چند وقت که گذشت با دلش گرم میشه. البته شما پروا نکنید خاله جان. دختر جان، اگر هجری پویت را زیر کنه این مهم نیست، عصبی نشه. رگ خونگر تزیر نکنه شید، فهمیدی؟ من خودم میدونم. فرمایلش برای کار دخترم. رحمت. سلام هجری جان، ممکن است بشینم؟ تشکری زیاد. از رد شدن این نامزدیت بسیار غمگین شدم. به هر حال گهواره بخشت هستم، ولی شاید اینش خوبتر است. شما با سنم آدم های گوناگون هستید، برای همین رد شد. التماس بخی برگم شو. من خوبی تو رو میخوام هجری جون. نمیخوام که برای او زیغ شوی. تو رو در اولین فرصت با جنگاور خیانت کرد. بسیار حال خراب داری. من تو رو در این حال تنها نمیگذارم، مثل گربه‌ای که در صحن حوله مسجد میگردد. چخیل تو رو رها کنم؟ آخر قادر میخوایی که از پشت اون مؤذن دامادم جنگاور از ما رنجیده دیگر نآید؟ زنک جان، این خیلی میشود مگر؟ جنگاور دختر ما رو دوست میدارد. کمی ناموسش اومد، نخواست که بین محبت هجری و سنم در آید. جانم مگر این خیل میشود؟ اصلا خود اون مؤذن بین دخترم و جنگاور دامادم در آمده بود. مادر بهوده هوس نخور. خیر من جنگاور رو دوست نمیدارم، با او خانه‌دار نمیشوم. آخر با نفری که پلیس از پسش زندگی کردن غیر امکان است. ای گویا که جنگاور رو یافتی و خانه‌دار شدی سنم. اوف مادر اوف. روی کار میشود میشیدنی کار. البته جانم میشود. ما تو هم همی خیر بودیم. چمن جان خدا را شکر. آسیه جان خدا را شکر. آسیه با تو چی روزهای رو که از سر نگذروندیم؟ خدا جنگاور برکت دنیا در سرش بریزه. اگر او نمیشید ما چکو میکردیم؟ خدا خاک که بگیره زر بگرده. آمین آسیه. بیا که قادر بچه کمت در جانم زنی. قادر برادر، آخر اگر این مسئله گوربک شمی بود دختریت بسیار زیبایی، ولی چکار کنیم؟ که خلاص شدیم. پسر شما هم بچه خوب بود، ولی ما هم از پسر شما خلاص شدیم.
بخیر میشه. بخیر میشود. شما دخترتونه جنگاور دمیتین، ما باشه بچمونه سیرم دمیتیم. ببین که هر دی اویلا خوشبختن. با خود راست میگویی اوسیه جانم. صدقه تو چمنه. یک دقیقه گوش کنید. اینجا چی گپ است؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. شما برای هجری سیرم دیوانه رو خوزگاری کردید؟ دخترم، دختری قد بلندی خوشرو. او ببین هجری گوهر بخشت خطی خیلی وقتش خوشه. چی؟ آخر من کلمی شما بودم کو؟ هجری؟ این دختر تبین؟ من کمتر دختری دیوانه هستم. برای تو زیخ میشوم. هجری؟ میدونستم که با من خیانت میکنی. دوست داشته تو از وقتش همین شیطان بودم. خیلی نه؟ سنم تو چرا چونین میکنی؟ میدونی که هجری رو چقدر زیخ کرده ای؟ مگر برای یک جنگاور اینقدر او رو میرنجونی؟ بسیار حیران شدم. این با تو هیچ نمیزیبد. تو خاموش شو. شیطان در جایت بشین. با این گفتار دلم رو میشکنی. چرا با من چونین کردی هجری؟ چه خیلی؟ من با تو چیکار کردم سنم؟ با این شیطان اینجا چیکار میکنه دا؟ مثل دو آدمی با مدنیت نشسته ایم. میدونستم که یک روز مرا ترک کردن نزد این شیطان میروی. میدونستم. ای بس کن سنم. از پشتی کارهای بیمانی نامزدی من رو برهم دادی، باز آمده اینجا مرا تهمت میکنی. این کارها با تو هیچ نمیزیبد. میبینی چقدر هجری رو رنجانده ای؟ دیدی چه خیلی غمگین شد؟ مگر میارزد که از پشت جنگاور با او این خیلی رفتار کنی؟ زیق شود زیق شدن گیرد. با من چی پروایش را ندارم. به این همان جنگاور دارم. با او خانه دار میشوم. چی؟ من با تو گفته بودم این دختر با تو خیانت میکند. نسبت من چه خیلی این کارو میکنی سنم؟ اینها رو پیش از با این شیطان مرا ایواز کردن فکر میکردی هجری. اکنون بسیار دیر شده است. تو چی سفته میگویی سنم؟ آی تو شرم نمیداری؟ چه خیلی که گفتم من با جنگاور خانه دار میشوم. تو با این شیطان خانه دار میشوی. اکنون عروسی جنگاور نمیشوم گفته بودی. چرا فکرت رو ایواز کردی؟ جنگاور مثل تو نیست. فهمیدی؟ او مرا دوست میدارد. مثل تو بولهوس نیست. من با او خانه دار میشوم. شما یک جای خانه دار شوید. اکنون با شما خوشبختی میخواهم. آخر این دختر عقلش رو خورده است. خیر اکنون تو با گرد اطرافت کمی نظر کن. شاید بختت نزدیک است.